This is femicide. به سومین و آخرین قسمت از اپیزود پانسیون نفرین شده خوش اومدین. تو قسمت قبل تا جایی پیش رفتیم که دوروتیا بعد از کشتن روس میخواست فرار کنه بره مکزیک، ولی برای زندگی کردن توی مکزیک پول کافی نداشت. حالا وقتشه که داستانمون رو از همون جایی که قطعش کردیم ادامه بدیم. دوروتیا قصد داشت بره مکزیک، ولی یه مشکلی وجود داشت. اون برای زندگی کردن توی مکزیک پول کافی نداشت. برای همینم تصمیم گرفت یه چند تا دزدی عجله دیگه هم انجام بده تا قبل از تاریخ پروازش یکم پول دستش بیاد. این بار میره سراغ دوروتی. دوروتی یکی از همسایه‌های دوروتیا بود که هر از گاهی همدیگر رو تو کوچه می‌دیدن و با هم صحبت می‌کردن و رابطه خوبی هم با هم داشتن. یه روز دوروتیا با یه نوشیدنی توی دستش میره در خونه دوروتی تا یکم با هم تایم بگذرونن. دوروتی هم از اونجایی که تنها بوده و حوصله‌اش سر رفته بود، با خوشحالی پیشنهاد دوروتیا رو قبول میکنه و دعوتش میکنه تو خونش. دوروتیا به بهونه درست کردن یه کوکتل با نوشیدنی که آورده بود میره تو آشپزخونه و چند دقیقه بعد با 2 تا نوشیدنی توی دستش برمیگرده. بعدم میشینن و همینطور که داشتن نوشیدنیاشون رو میخوردن با هم صحبت میکنن. چند ساعت بعد دوروتی به هوش میاد و گیج و سردرگم دور و برش رو نگاه میکنه و میبینه که جواهراتش و چند تا از چیزای قیمتیش نیستن. بعد که بیشتر میگرده میبینه که کارتای شناساییش و دست چکش هم نیست. سریع به پلیس زنگ میزنه و میگه که دوروتی رو ازش دزدی کرده. پلیسا تو نوشیدنی دوروتی مواد بیهوش کننده پیدا میکنن و دور لیوانش هم یه پودر سفید میبینن. اونا که این بار مدرک دارن وقت رو تلف نمیکنن و سریع میرن سراغ دوروتی و در حالی دستگیرش میکنن که کارتای شناسایی و دست چک دوروتی همراهش بوده. دوروتیا برای این جرم به 5 سال زندان محکوم میشه، ولی بعد از گذراندن 3 سال از محکومیتش به دلیل خوشرفتاری آزاد میشه. توی مدتی که توی زندان بود خودش رو یه وکیل معرفی میکنه که به خاطر ارتباطاتی که با خانواده سلطنتی و افراد معروف داشته براش پاپوش درست کردن و انداختنش زندان. توی اون دوره خیلی عادی بوده که کسایی که تنها بودن و دنبال پارتنر میگشتن توی روزنامه ها آگهی کنن. دوروتیا هم به طور مداوم داشته آگهی میذاشته و بین آگهی‌های توی روزنامه با آدمایی که به نظر مسن یا پولدار میرسیدن نامه نگاری میکرده. یکی از این آدما دومین قربانیش اورسون گیلماوس 77 ساله بود. نجار بازنشسته‌ای که همسرش رو از دست داده بود و با خواهر و بچه‌هاش توی اورگان زندگی میکرد. دوروتیا اوایل تمایلی نسبت به اورسون نداشت، ولی به محض اینکه فهمید اورسون یه بازنشسته تحت حمایت دولته یهو بهش توجه نشون داد. با اینکه 54 سالش بود برای اینکه توجه اورسون رو به خودش جلب کنه خودش رو 45 ساله معرفی کرد و از عکسای قدیمیش براش فرستاد. اونا توی این مدت حدوداً 100 بار برای همدیگه نامه نوشتن و دوروتیا توی این نامه ها از تنهایی و زندان شکایت میکرد. به اورسون قول زندگی مشترک و خوشبختی میداد و به بهونه‌های مختلف ازش پول درخواست میکرد. اورسون هم که عاشق دوروتیا شده بود نه تنها بیچون و چرا هر چقدر پول میخواست براش میفرستاد، بلکه وقتی دوروتیا داشت آزاد میشد همه وسایلش رو جمع کرد و ریخت توی وانت قرمزش. بعد هم خانواده‌اش رو ترک کرد و اومد دم در زندان دنبال دوروتیا تا با هم برن و تو خونه زندگی مشترکشون رو شروع کنن. خواهرش و بچه‌هاش که از اینکه اورسون توی یه ایالت دیگه با زنی که نمیشناستش و از زندان آزاد شده زندگی میکنه نگران بودن، سعی میکردن همیشه باهاش در ارتباط بمونن و ازش خبر بگیرن. ولی بعد از یه مدت اورسون که از نگرانی بیش از حدشون خسته شده بود تصمیم گرفت دیگه جواب نامه هاشون رو نده. این اتفاق باعث شد که خانواده‌اش نگران بشن و با پلیس ساکرامنتو تماس بگیرن تا برن و مطمئن بشن که حال اورسون خوبه. پلیسا میرن دم خونه دوروتیا و وقتی که اورسون رو میبینن که سالم و شاد و داره زندگیشو میکنه اونجا رو ترک میکنن.
اورسون هم که از پلیس خبر کردنشون عصبی شده بود و حس میکرد که خانوادش دیگه دارن شورشو در میارن، بهشون زنگ زد و با عصبانیت و داد و بیداد ارتباطشو باهاشون قطع کرد و ازشون خواست دیگه مزاحم زندگیش نشن. ولی دوروتیا که خیلی آدم مهربون و دلسوزی بود، دلش برای خانواده اورسون سوخت. برای همینم مدام براشون نامه مینوشت و از برنامه هاشون با خبرشون میکرد که البته همش دروغ بود. دوروتیا این نامه نگاری ها رو تا مدت ها بعد از مرگ اورسون ادامه داد تا کسی به زنده نبودنش شک نکنه. حتی از طرف خود اورسون هم براشون نامه مینوشت. توی 2 نوامبر سال 85 از طرف اورسون نوشت: امروز ساعت 11:30 داریم میریم ساحل. سعی کردم باهات تماس بگیرم ولی اشغال بودی. تصمیم گرفتم برم چون اگه باهات صحبت میکردم سعی میکردی منصرفم کنی. برای روز شکرگزاری برمیگردم پیش دوروتیا، اما قبلش باهات تماس میگیرم. لطفاً نگران نباش. اورسون. توی 22 دسامبر همون سال نوشته: من و اورسون اوایل دسامبر ازدواج کردیم. خیلی شادیم و برای ماه عسل اومدیم خونه یکی از دوستای صمیمی اورسون. قراره 1-2 هفته اینجا بمونیم و بعدم بریم دیدن خانواده خودم. امیدوارم حالت خوب باشه. وقتی این نامه رو نوشته تقریباً 1 ماه از قتل اورسون گذشته بود. 26 آپریل سال بعد وقتی که حدوداً 1 ماه از پیدا شدن جسد اورسون میگذشت نوشته: ما به ساکرامنتو اومدیم تا بقیه وسایل اورسون رو از انبار برداریم. حالمون خوبه. اورسون توی ژانویه یه سکته خفیف کرد. الان بهتر شده ولی نمیتونه رانندگی کنه، برای همینم وانت و کانکسشو فروخت. من یه ماشین جدید خریدم. قراره تو آگوست بریم کانادا. اگه رفتیم تو راه میایم بهت سر میزنیم. اورسون تو فوریه براتون یه نامه نوشته بود. 6 کیلو وزن کم کرده و حالش هم خیلی بهتره. از اونجایی که جفتمون کار میکنیم درآمدمون هم خوبه. هر هفته میریم کلیسا. اینجا هوا خیلی گرم شده. تو پیاده روی اذیتمون میکنه. قراره به زودی یه ویلا کنار دریا بخریم و از اون به بعد اونجا زندگی کنیم. وزیر نامه رو با اسم آیرین امضا میکنه. دوروتیا بعد از مرگ اورسون تو نامه هایی که از طرف خودش براشون مینوشته به اسم آیرین امضا میکرده که هم خانواده‌اش نفهمن این آیرین همون دوروتیاس یا دوست دختر جدید اورسونه و هم اگه اتفاقی افتاد و پای پلیس اومد وسط ادعا کنه که آیرین اون نیست و نمیدونه آیرین کیه. صاحب خونه دوروتیا که توی طبقه همکف زندگی میکرد گفت که همیشه اورسون رو توی حیاط میدیده که سالم و سر حال مشغول باغبونی بوده. بار آخری که اورسون رو دیده بود برمیگرده به وقتی که داشته برای یک کاری چند هفته میرفته بیرون شهر. اون روز اورسون برعکس روزای قبل بیحال بوده و مدام قلبش رو فشار میداده. ولی حالش اونقدر هم بد نبوده که باعث نگرانی باشه. برای همینم بدون اینکه باهاش صحبت کنه سوار ماشینش میشه و میره. وقتی که چند هفته بعد برمیگرده نه خبری از اورسون بوده و نه وسایل ماشینش. وقتی هم که از دوروتیا سراغشو میگیره، دوروتیا میگه که اورسون که از زندگی کردن تو ساکرامنتو خوشش نیومده بوده، وسایلشو جمع کرده و برگشته اورگون پیش خانواده‌اش. دوروتیا بعد از اینکه اورسون رو میکشه، از اونجایی که نمیدونست باید با جسدش چی کار کنه، اول میبرتش توی یکی از اتاقای خالی خونش تا بعد براش تصمیم بگیره. اتاقی که بعدها به اسم اتاق مرگ معروف شد. جایی که اکثر قربانیاشو همونجا کشت و تا وقتی که دفنشون کنه نگهشون داشت. بعد هم میره و به یه نجار یه جعبه 180 در 90 در 60 سانتی متری یه چیزی تو مایه‌های تابوت سفارش میده و میگه که میخواد کتابای اضافیشو توش بچینه. بعدم چون پولی نداشت که به نجار بده و از طرفی هم میخواست که از شر وانت اورسون خلاص بشه، به نجار گفت که اگه این جعبه رو براش درست کنه وانتو به قیمت $800 بهش میفروشه. نجارم که ماشین نداشت وقتی قیمت دوروتیا رو که تقریبا نصف ارزش واقعی وانت بود میبینه با خوشحالی قبول میکنه. دوروتیا جسد اورسون رو داخل چندین لایه پارچه و پلاستیک میپیچه و تو هر لایه آهک و خشک کننده توالت میریزه و بهش ادکلن میزنه. بعد دوباره جسد و لایه پلاستیک زباله میپیچه و دورشو با چسب برق محکم میکنه که ترشحات بدنش بیرون نیاد. بعد هم داخل جعبه میذارتش و در جعبه رو محکم با میخ میبنده. وقتی کارش تموم میشه دوباره به نجار زنگ میزنه.
ازش میخواد حالا که ماشین داره بیاد و برای بردن جعبه و انبارش که توی یه شهر دیگه بوده کمکش کنه. نجارم قبول میکنه و میاد. دوتای جعبه رو که خیلی هم سنگین بوده داخل ماشین میذارن و به سمت آدرسی که دورتیا داده بوده راه میافتن. ولی دورتیا وسط راه تا چشش به رودخونه ساکرامنتو میفته میگه میدونی چیه؟ هرچی فکر میکنم میبینم من کلی وسیله دیگه هم دارم که میخوام بذارم تو انبارم. انبارم هم زیاد جا نداره. از طرف این کتابا دیگه هیچ وقت به دردم نمیخورن و فقط دردسرن. پس دلیلی نداره ببرمشون تو انبار. بعد ازش میخواد که یه جایی کنار رودخونه ساکرامنتو وایسه و کمکش کنه جعبه رو یه جایی همون اطراف رودخونه بذارن و برگردن. نجارم قبول میکنه و از اونجایی هم که دورتیا یه زن ریزمیزه و مسن بوده بهش شک نمیکنه. 1 ماه بعد ماهیگیر جعبه رو پیدا میکنه و پلیس خبر میکنه. ولی پلیسا به خاطر وضعیت بد جسد و تجزیه شدگیش نمیتونن شناساییش کنن. برای همینم جسد اورسون به مدت 3 سال به عنوان جاندو یا همون جسد ناشناس داخل سردخونه پلیس میمونه. این در حالیه که دورتیا تا زمان دستگیریش هر ماه بلا استثنا سر موقع چطور اورسون رو نقل میکنه. همونطور که گفتم تو خونه دورتیا 2 گروه مستاجر زندگی میکردن. گروه اول آدمای مسنی بودن که بازنشسته شده بودن و چکای بازنشستگی و از کار افتادگی و حمایت دولتی داشتن که هر ماه سر موقع براشون می اومد. این گروه معمولاً دردسری هم برای دورتیا نداشتن. برای همینم گروه مورد علاقه دورتیا بودن. گروهی که براشون مرتب آشپزی میکرد، داروهاشون رو سر تایم بهشون میداد و باهاشون مهربون بود. گروه دوم آدمایی بودن که یا معتاد بودن یا ناتوانی ذهنی حرکتی داشتن یا بیماری سخت. این گروه درآمد خاصی هم نداشتن و فقط تحت حمایت دولت یا یه سازمان خیریه بودن. ولی از اون طرف دردسرای زیادی داشتن. نیاز به مراقبت مداوم داشتن، مشروب زیاد میخوردن و به طور کلی زحمت زیادی برای دورتیا داشتن و انرژیشو میگرفتن. برای همین دورتیا دوستشون نداشت. قربانی سومش بتی پالمر از همین گروه بود. یه خانم 80 ساله خیلی شاد و شوخ‌طبع که مدام سر به سر بقیه میذاشت و با همه شوخی میکرد. همه هم عاشقش بودن. ولی دورتیا سر اعتیادی که به مشروب داشت باهاش مشکل داشت. به خاطر همینم تقریبا از وقتی که پاشو تو خونه دورتیا گذاشت کم کم حالش بد شد و 1 ماه بعدم کلا ناپدید شد. دورتیا بعد از ناپدید شدنش به همه گفت که دخترش اومده دنبالش و با خودش بردتش. در حالی که جسد بتی تو اتاق مرگ منتظر تصمیم بعدی دورتیا بود. دورتیا که دید اگه دوباره از نجار بخواد تا براش جعبه درست کنه هم مشکوکه و هم خیلی گرونه، دنبال یه راه دیگه برای خلاص شدن از شر جسد بتی میگشت و با خودش میگفت بهتر نیست تو حیاط پشتی خاکش کنم؟ ولی اگه یه روزی که پیداش کنه چی؟ اگه من از اینجا رفتم و مستاجر بعدی که اومد یه سگ داشت و سگ جسد رو پیدا کرد چی؟ اون وقت شناسایی میشه و من بدبخت میشم. اول باید از شر هر چیزی که باعث شناساییش میشه خلاص شم. برای همینم دستها، پاها و سر بتی رو جدا کرد و بقیه بدنش هم تیکه تیکه کرد و تو لباسای خود بتی پیچید و توی حیاط خاکشون کرد. هیچ وقت مشخص نشد که چه اتفاقی برای سر و دست و پاهای بتی افتاد، چون دیگه هیچ وقت پیدا نشدن. مستاجرای دیگه با اینکه همه چیزو میشنیدن ولی به دورتیا شک نمی‌کنن. اونا فکر می‌کردن که چون دورتیا تو طول روز خیلی کار داره، مجبور شده کارهای باغبونیشو نصف شب انجام بده. ولی چند روز بعد وقتی که دختر بتی که به گفته خود دورتیا اومده بود و بتیو با خودش برده بود، میاد و ازشون سراغ مامانشو میگیره، با تعجب میرن سراغ دورتیا و ازش میپرسن بتی کجاست. دورتیا وقتی داستانو میشنوه، یه قیافه ناراحت به خودش میگیره و یه آه میکشه و به صندلیش تکیه میده و میگه همونطور که خودتون میدونین من دیگه خیلی پیر شدم. برای همینم با اینکه قول داده بودم ولی دیگه نمیتونستم از پس مراقبت از بتی بر بیام. بعدم چون خجالت میکشیدم اعتراف کنم کم آوردم، بتیو بردم و به یه پانسیون دیگه سپردم. الانم شما نیازی نیست نگران باشید. اشتباهیه که خودم کردم. الانم زنگ میزنم به دخترش و همه چیزو بهش میگم.
مستاجرها بعد از شنیدن این داستان دیگه بیخیال بتی شدن. قربانی چهارم لیونا کارپنتر 78 ساله بود که یکی از مستاجرای مورد علاقه دورتیا بود. هیچ وقت هیچ شکایتی از هیچی نداشت. نمی‌پرسید پولاش کجا میرن. نیازی هم به مراقبت خاصی نداشت. بیشتر وقتا هم تو اتاقش بود و دورتیا هم بی دردسر چکاشو میگرفت. تا اینکه مریض شد و نیاز به مراقبت طولانی پیدا کرد. همین هم باعث شد که از یه مستاجر مورد علاقه به یه قربانی تبدیل بشه. جسد لیونا همون جسدی بود که پلیسا تو اولین حفاریشون پیدا کردن و با کت چرمی و ریشه درخت اشتباه گرفتن. قربانی پنجم جیمز گالوپ 62 ساله بود که با دورتیا توی یه بار محلی آشنا شده بود. جیمز به دورتیا گفته بود که از این که کل پول چکای حمایت دولتیشو خرج الکل میکنه ناراحته. دورتیا هم تا شنید جیمز تحت حمایت دولته ازش خواست بیاد تو پانسیون اون زندگی کنه و گفت اگه بیای هم همیشه خیالت راحته که غذا و جای خواب داری، هم من میتونم کمکت کنم الکل رو ترک کنی. پدر و مادر منم الکلی بودن. حتی چند تا دیگه از مستاجرام هم الکلی بودن و الان ترک کردن. جیمز اولش راضی شده بود به خونه دورتیا بره و همه وسایلش هم جمع کرده بود. ولی به محض اینکه دورتیا بهش میگه برای اومدن به پانسیون باید چکای حمایت دولتیشو به اسم دورتیا امضا کنه تا اون هزینه‌های خورد و خوراک و جای خوابشو ازش کم کنه و بقیه‌شو بهش برگردونه، این موضوع به نظرش عجیب و شک برانگیز میاد. برای همینم از رفتن به پانسیون منصرف میشه. ولی از اونجایی که تومور مغزی داشته و باید جراحی میشده و برای بعد جراحی نیاز به جای خواب ثابت و مراقبت مداوم داشته، مجبور میشه بره تو پانسیون. ولی قبول نمیکنه که چکاشو به اسم دورتیا بزنه که فرقی هم نمیکرده، چون در هر صورت تنها کسی که کلید صندوق پستی رو داشته دورتیا بوده. جیمز عملش رو انجام میده و برمیگرده پانسیون، ولی به جای بهتر شدن مدام حالش داشته بدتر میشده که خب برای بقیه شک برانگیز نبود، چون همه فکر میکردن عوارض بعد از عملشه، تا اینکه یه روز ناپدید شد و دیگه کسی ندیدش. از اون روز دوباره همون بوی عجیب تو خونه پیچید، بوی جسد جیمز که توی اتاق مرگ افتاده بود. دورتیا جسد جیمز رو سالم توی پارچه و پلاستیک میپیچه و دفن میکنه، ولی بعد از دفن کردن جسد جیمز با خودش میگه وای من چقدر احمقم، اون عمل مغز باز داشته، الانم حتما کلی نوبت ویزیت دکتر داره، شرایطش هم طوری نیست که دکترشو نره، اگه نره حتما شک میکنم. برای همینم رفته تو وسایل جیمز شماره دکترشو پیدا کرد، بعد بهشون زنگ زد و گفت میدونم عجیب به نظر میرسه، ولی من فقط میخواستم بهتون خبر بدم که جیمز رفته و دیگه اینجا زندگی نمیکنه. قبل از رفتنش هم ازم خواست بهتون زنگ بزنم و بگم که یه دکتر دیگه پیدا کرده و برای ویزیت پیش شما نمیاد. دکترها اول خیلی تعجب کردن، حتی چند روزی هم راجبش با همکاراشون حرف زدن، ولی بعد از اونجایی که مشغله زیادی داشتن این موضوع فراموش کردن و پیگیری نکردن. قربانی ششم برای مارتین 64 ساله بود که بیماری‌های زیادی داشت و دورتیا از بد به برود ازش خوشش نمیومد. اون مستاجر میخواست که یکم مریض باشه، بشینه تو اتاقش و زحمت زیادی نداشته باشه. دورتیا هم یکم ازش مراقبت کنه و یه غذا بهش بده و چکاشو دریافت کنه. هر چیزی بیشتر از این دردسر اضافی محسوب میشد. اگه یه نفر میخواست مدام مریض باشه و برای همه چیز نیاز به کمک داشته باشه دیگه به درد دورتیا نمیخورد. ولی از طرفی هم نمیتونست بفرستدشون برن چون چکاشون قطع میشد. دلیل اینکه ورا مارتین یه هفته بعد از اینکه وارد پانسیون شد به قتل رسید هم همین بود. دورتیا تا زمان دستگیریش حدوداً $70,000 از چکای ورا به دست آورد. قربانی هفتم دوروتی میلر 65 ساله بود. همون کسی که پلیسا کارتای شناسایی و قرصاشو پیدا کرده بودن. دوروتی هم مثل ورا موقع وارد شدن به پانسیون حال خوبی نداشت. همچنین مشکلات مالی هم داشت که باعث شده بود دورتیا از اونم خوشش نیاد. دوروتی کمتر از 1 ماه بعد از اومدنش به پانسیون به قتل رسید. قربانی هشتم بنجامین فینک بود، یه مرد 55 ساله الکلی که حدوداً 1 سال تو خونه دورتیا زندگی میکرد و هیچ وقتم با دورتیا کنار نمیومد. نمیدونم چجوری 1 سال اونجا دوام آورد، چون دورتیا هم ازش خوشش نمیومد. یه شب بنجامین فینک که خیلی مست بود اومد وسط خونه و شروع به داد و بیداد کرد و یه دعوای بزرگم با دورتیا راه انداخت. ولی دورتیا در حالی که به زور سعی میکرد خونسردیشو حفظ کنه
اون بود سمت اتاقش و بعد برگشت و با صورتی که از عصبانیت قرمز شده بود به مستاجرایی که دور هم جمع شده بودن گفت نگران نباشی، من حالشو جا میارم. بعد هم رفت سمت اتاق بنجامین. وقتی فرداش راجع به نبودن بنجامین ازش سوال پرسیدن گفت که دعواشون شدید شده و اونم جمع کرده رفته. توی بدن بنجامین برعکس بقیه هیچ نشونه‌ای از دارو به جز یه دوز خیلی کم از آرام بخش پیدا نشد. برای همینم میشه حد زد که دروتیا اون شب از روی عصبانیت و بدون برنامه قبلی اول یه آرام بخش بهش داده تا بخوابه و بعد هم توی خواب خفش کرده و بردتش تو اتاق من. اتاقی که بوی تعفنش دیگه داشت کل خونه رو میگرفت و غیر قابل تحمل میشد و همه مستاجرا رو هم کلافه کرده بود. کف این اتاق فقط یه دونه موکت روی پارکت‌های قدیمی پهن شده بود. دروتیا هم اجساد و بعضن تا چندین روز توی این اتاق نگه می داشت. توی این مدت مایعاتی که از اجساد در حال تجزیه ترشح می شد به خورد موکت و پارکت ها می رفت و هیچ وقت هم نظافت نمی شد. نهمین و آخرین قربانی تایید شده هم باد بود که تو قسمت اول راجبش صحبت کردیم. دروتیا غیر از 9 قربانی اصلی که به خاطرشون دادگاهی شد یه قربانی احتمالی دیگه هم داشت. یوجین گامل 58 ساله یکی دیگه از مستاجرای دروتیا بود. یه آدم آروم و خونگرم که بیشتر وقتشو توی اتاقش و پای رادیوی قدیمیش میگذرون. مشروب میخورد و به اخبار گوش میکرد. بعضی وقتا توی دفترچش برای خودش چیز میز مینوشت. یوجین قبلا کارگر ساختمونی بود، ولی از وقتی که کمرش مشکل پیدا کرده بود و مجبور شده بود عمل کنه، دیگه نتونسته بود کار کنه. برای همینم بازنشست شده بود و تحت حمایت دولت قرار گرفته بود. یکی از مستاجرا که روزهای آخر با یوجین صحبت کرده بود میگه یه روز یوجین بهش گفته بود که اخیراً احساس خستگی و بیحالی میکنه. بدنش خیلی سنگین شده و مدام برای یه مدت طولانی خوابش میبره. جسد یوجین یه روز صبح توی اتاقش و روی تختش در حالی که اووردوز کرده بود پیدا شد. پلیس مرگش رو خودکشی تشخیص داد. ولی کسایی که میشناختنش گفتن که یوجین اصلاً آدم خودکشی نبود. برعکس همیشه میگفت میخواد تا کمرش بهتر شد بره کنار رودخونه و مثل قدیما ماهی بگیره. از اونجایی که یوجین برعکس روز هیچ خانواده و دوستی نداشت، هیچ وقت پروندهش دوباره باز نشد و به دروتیا وصل نشد و برای همینم علت مرگش برای همیشه خودکشی بود. دارویی که دروتیا باهاش قربانیاشو میکشت یه داروی آرامبخش بود به اسم دالمن. یه قرص خواب‌آور که مدت خیلی زیادی توی بدن میمونه و خیلی هم کم تجویز میشه. ولی نه اینکه گرفتنش سخت باشه. دروتیا همیشه دکترها رو متقاعد میکرد که این دارو رو براش تجویز کنن و به همه مستاجراش هم یاد داده بود که دقیقاً چی به دکتر بگن تا این دارو رو براشون تجویز کنه. بهشون هم گفته بود این دارو قبلا برات تجویز شده و خیلی خوب جواب میداده، که البته دروغ بود. این دارو هیچ وقت برای هیچ کدومشون تجویز نشده بود. دروتیا هم نه خودش ازشون استفاده میکرد و نه به مستاجرای عادیش میداد. فقط و فقط برای قربانی ازشون استفاده میکرد. این دارو انقدر قوی بود که میتونست آروم آروم اندامهای قربانی ها از کار بندازه. ولی با این که این دارو میتونست باعث مرگ قربانی ها بشه، ولی معلوم نیست که با دارو میمردن یا از دارو فقط برای فلج کردنشون استفاده میکرده و بعد خودش خفشون میکرده. پلیسا 7 از جسدا رو تو حیاط خونه دروتیا پیدا کردن و بعد از مطمئن شدن از اینکه جسد دیگه‌ای توی حیاط نیست شروع کردن دنبال مدارک تو خونش بگردن. اونا حدوداً 300 مدرک مختلف پیدا کردن. بعد هم از اداره بازنشستگی لیست همه آدمایی که تا اون روز چکشون به این آدرس فرستاده شده بود و گرفتن و شروع کردن به تماس گرفتن و ردیابی تک تکشون. تو همین تایم یه تماس از مرکز بازپروری دریافت میکنه. مرکز بازپروری یه جایی بین آزادی و زندان که زندانیایی که مدت طولانی زندان بودن و قبل آزادی میفرستن اونجا. اونجا میتونن روزا برن بیرون و به کاراشون برسن، ولی شبا باید برگردن و همونجا بخوابن. تماس گیرنده میگه ما دروتیا رو میشناسیم. ما همونایی هستیم که تو حیاط براش چاله میکندیم.
یکیشون تو مصاحبهش با پلیس گفته دروتیا همیشه با همون مهربون بود. میگفت درست جامعه شما رو ترک کرده ولی من نکردم. همیشه به همون غذا و شیرینی میداد. همین چند وقت پیشم که داشتم باغچه‌ش رو میکندم ازم خواست با یه خانمی به اسم جودی تماس بگیرم. بگم که عموی یه نفر به اسم باب همونو بردن پیش خودم. من دلم براش سوخت و این کارو کردم. توی 6 روزی که دروتیا هنوز فراری بود ماجرای پیرزنی که آدم رو میپشت و توی باغچه‌اش دفن میکرد و الانم فراری بود تبدیل به یه خبر بین‌المللی میشه. وقتی خبر به گوش خانواده اورسون تو اورگان میرسه بچه‌هاش میگن صبر کن ببینم این همون زن است که با بابا قرار میذاشت. بعد هم وحشت زده و با عجله با پلیس ساکرامنتو تماس میگیرن. ولی از اونجایی که هنوز هیچ کدوم از اجساد شناسایی نشده بودن پلیسا فقط گزارششون رو ثبت کردن تا بعد تعیین هویت اجساد بررسی کنن. ولی خانواده اورسون بیخیال نشدن و مدام با پلیس تماس گرفتن و گفتن که مطمئنن پدرشون یکی از مقتولاست. ولی تو باغچه دروتیا فقط 2 جسد مرد پیدا شده بود که یکیش بات بود و یکیش هم بنجامین فین که از خالکوبیاش شناسایی شده بود. پلیس همینطور که داشتن به جاهای دیگه‌ای که احتمال داشت مقتولای دیگه‌ای هم دفن شده باشن فکر می‌کردن، یاد جسد مرد سالخورده‌ای می‌افتن که 3 سال پیش توی یه جعبه کنار رودخونه پیدا کرده بودن. اینطوری میشه که جسد اورسون بالاخره بعد از 3 سال توی سردخونه موندن شناسایی شد. بعد با تماس خانواده روز پرونده روز هم دوباره باز شد. علت مرگش از خودکشی به قتل تغییر کرد و اسمش به لیست قربانی‌های دروتیا اضافه شد. درست توی زمانی که همه فکر می‌کردن دروتیا قایم شده یا فرار کرده رفته مکزیک، دروتیا داشت تو بارای لس آنجلس میچرخید و مشروب می‌خورد و خوش می‌گذروند. اونجا مثل ساکرامنتو با آدمای مسن مخصوصا مردای مسن توی بارها هم صحبت می‌شد تا از وضعیت بازنشستگی و کمک هزینه‌های دولتیشون سر در بیاره. عملاً داشت دنبال قربانی بعدیش میگشت. اما یه روز که دروتیا توی بار هتلی که توش اقامت داشت نشسته بود و داشت دنبال قربانی بعدیش میگشت با یه آقایی هم صحبت شد که توی همون هتل میموند. آقایی که اخبار فرار دروتیا به گوشش خورده بود با شنیدن حرفای دروتیا بهش مشکوک میشه و با پلیس تماس میگیره. اینطوری میشه که دروتیا بعد از 6 روز بالاخره دستگیر میشه. دروتیا جانشو گردن نگرفت و ادعای بیگناهی کرد و گفت نه من بیگناهم. هیچ کس منو موقع دفن کردن اجساد ندیده. علت مرگشون هم مشخص نیست. همه مدارکی هم که دارین راجبش حرف میزنین مدارک غیر مستقیمن. توی این پانسیون کلی آدم رفت و آمد داشت. چرا فکر میکنین من کشتمشون؟ من حتی صاحب اون خونه هم نیستم، مستاجرم. صاحبخونه تا همین پارسال خودشم تو طبقه همکف زندگی میکرد. ولی شما چه کاشون جعل میکردین و نقد میکردین؟ اگر فرضاً قایمشون کردم که نکردم برای این بوده که به مرگ طبیعی مردن. همشون مریض بودن و پانسیونم هم غیر قانونی بود. سر همینم ترسیدم. من فقط کاریو کردم که مجبور بودم بکنم. ولی همه قربانیای دروتیا یه داروی آرامبخش توی بدنشون داشتن که دروتیا بیشتر از 1000 تا ازش انبار کرده بود. نزدیک به 4 سال طول کشید تا پلیسا بتونن پرونده رو به دادگاه ببرن. چون پرونده دروتیا پرونده پیچیده‌ای بود و زوایای مختلفی داشت. باید جسد 7 نفر رو کاربرد شکافی می‌کردن و آزمایش‌های مختلفی روشون انجام می‌دادن و سوابق مالی دروتیا رو برای چک‌های جعلی بررسی می‌کردن. مخصوصاً اینکه برای 6 تا از قتل‌ها شواهد مستقیم وجود نداشت و باید با دقت خیلی زیادی جزئیات رو بررسی می‌کردن تا بتونن محکومش کنن. دادگاه دروتیا 6 ماه طول کشید. بعد از اون نزدیک به 1 ماه هم طول کشید تا هیئت منصفه به نتیجه برسن. آخرام یه نفر از اعضای هیئت منصفه قانع نشد که اون گناهکاره. ولی خب بقیه 11 نفر گفتن که اون قطعاً برای همه جرمایی که گفته شده و حتی بیشتر از اون گناهکاره. دروتیا در نهایت تو 11 آگوست سال 1993 برای قتل درجه 1 دوروتی میلر و بنجامین فینک و قتل درجه 2 لیونا کمپر متهم شناخته شد. ولی برای 6 تا مقتول دیگه هیئت منصفه نتونستن به یه نتیجه یکسان برسن و اختلاف داشتن
برای همینم نامشخص اعلام شدن. ولی خب همین 3 موردم کافی بود تا به حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط محکوم بشه. دروتیا 65 ساله بعد از اعلام حکم به زندان مرکزی زنان کالیفرنیا تو شهر چاچیلا که یه زندان امنیتی سختگیرانه برای مجرمای با جرایم سنگین و خشونت‌آمیزه منتقل شد و بقیه عمرش رو تا زمان مرگش توی همین زندان گذروند. توی زندان با اینکه به خاطر جرمش ازش فاصله می‌گرفتن، ولی همیشه سعی داشت خودش رو آدم مهربونی نشون بده و با بقیه مخصوصا نگهبان و دوست بشه تا بتونه برای خودش هم صحبت پیدا کنه. حتی بعضی وقتا برای خودش و بقیه تحت نظارت شدید غذا درست میکرد و دستپختش تو زندان معروف شده بود. تا جایی که تو سال 2004 یک کتاب آشپزی نوشت، اسمش هم گذاشت آشپزی با یه قاتل سریالی، دستورپخت‌های محبوب دروتیا. دروتیا هیچ خانواده و دوستی نداشت که به ملاقاتش بیاد یا براش نامه بنویسه. ولی با این حال از اینجایی که پروندهش خیلی معروف شده بود، تقریبا همیشه ملاقات کننده و نامه داشت. اکثرشون هم خبرنگار و نویسنده بودن و میخواستن باهاش مصاحبه کنن. ولی خب اون از همینم خوشحال بود. دروتیا تو کل دوره زندانش و مصاحبه ها و نامه هاش ادعای بیگناهی میکرد و هیچ وقت جرایمشو گردن نگرفت و اظهار پشیمونی هم نکرد. در نهایت هم تو 27 مارس سال 2011 تو 82 سالگی به مرگ طبیعی از دنیا رفت. همون سال یه زوج غیر محلی به اسم تام و باربارا به خونش علاقه‌مند شدن و خریدنش. اونا میگفتن درسته که صاحب قبلی این خونه یه شیطان واقعی بوده، ولی خود خونه که هیچ گناهی نکرده. کل بقایا رو هم بردن و قرارم نیست با جنازه زندگی کنی. پس فکر نکنم مشکلی باشه. ولی بازم وقتی آدم ها از نزدیک اون خونه رد می شدن، وای میستادن و نگاش میکردن و یاد اتفاقایی که توش افتاده بود میافتادن. پرونده پانسیون نفرین شده اینجا به پایان میرسه. امیدوارم شنیدنش براتون جالب بوده باشه. اپیزود بعدی با یه پرونده هیجان انگیز دیگه تو راهه. پس اگه نمیخواین از دستش بدین، حتما فیلم سایت رو دنبال کنید.